زن و شوهر بعد از طلاق و جدایی حق ندارند سر و اسرار همدیگر را فاش کنند و بدگویی کنند. این کار حرام و ناجایز بوده، مخالف این حکم پروردگار است که می فرماید او تصریح به احسان، یا با نیکی از او جدا شوید و او را رها کنید. یعنی وقتی زن و شوهر از هم جدا می شوند و مرد طلاق می دهد، باید با نیکی از هم جدا شوند، نه با جنگ و خشونت و بدرفتاری. بعضی ها چنانند که بعد از طلاق و جدایی تا آخر عمر غیبت و بدگویی همسر سابقش را می کند و تمام عیبهای او را در نزد دوستان و خویشاوندان آشکار می کند. حتی بعد از دوباره ازدواج کردن هم در نزد همسرش از همسر سابقش بدگویی می کند. از همه بدترش زنی که دارای فرزند است و از شوهرش طلاق می گیرد، در نزد فرزندان پدرشان را لعن و نفرین کرده بدگویی می کند. پدر را در نزد فرزندانش سیاه می کند. پناه به خداوند از این گونه بد اخلاقی.